این جان ما آینده هستی اسلام ما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سورة يوسف مکی سورت است. در مکه نازل شده زمانی که رسول الله صلی الله علیه و دعوت میداد و بسیار مشکلات مصیبت ها توجه پیامبر تعجب میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص به استعانت نام الله الرحمن که هم رحمت کننده است، رحیم خاص رحمت کننده است. شروع میکنیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را الله به معنای حروف میداند و بعضی ها گفته بود که الف به معنای انا، لام به معنای الله، را به معنای ارا، یعنی ما الله استم میبینم. ولی یک اشاره است، حقیقت معنای زیرا فقط الله میفهمه. چرا این حروف در اولی صورت ها بیان میکنه؟ قبلا ما گفتیم اشاره به سوی ازی میکند که قرآن کتاب معجزه است، تنبیه به ایجاز. از اینمی حروف جور شده، در نهایت فصاحت و بلاغت است، کسی نمیتونه مثل ازی را جور کنه. الف لام را یعنی قرآن کتاب معجزه است، بیارین مثل قرآن، چلنج است. تلک آیات الکتاب المبین، تلک اینمی آیاتی که بیان می شود. سوره آیات الکتاب، آیات های کتاب است. کدام کتاب؟ ای تو کتاب المبین که مبین است، واضح است، روشن است، موضوعات و مطالب و احکامش بسیار روشن و دیگه وضاحت دهنده است. خودشم واضح است، بر دیگران وضاحت میده. یعنی قرآن که بیان میشه ترغیب است در آیت به طرف قرآن. آیت هایی است که از کتاب الله است که الله را نازل کرده. مبین، واضح و روشن. خودشم واضح و روشن است. این تو نیست که معما باشه نفهمی. این تو نیست که ظاهرش یه چی و باطنش دیگه چیست. پوست و مغز و گپا نداره. پوستش گرفته مغزش مانده، می گپا نیست. وضاحت خوب واضح است خودش و به دیگران وضاحت میده. بسیار روشن است، هر کس میتونه درک بکنه ایره. و می خاطر الله ایره میگه که ولقد یسرنا القرآن للذکر، بدون شک ما قرآن بر یاد گرفتن آسان کردیم. فهل من مدکر، کسی از قرآن یاد بگیره؟ یعنی بسیار روشن و واضح است. انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بدون شک ما نازل کردیم قرآن را عربیا و صورت به زبان بسیار واضح و فصیح، لعلکم تعقلون، تا اینکه شما فهم حاصل کنین، فکر کنین، تعقل، بسیار چیزا. خب از آیت 1 تا آیت 7 یک تمهید است به واقع یوسف علیه السلام. تمهید یعنی بعد مسائل بیان میکنه تا اینکه باز واقع تفصیلی یوسف علیه السلام بیان کنه. الله میگه که انا انزلناه، بدون شک ما نازل کردیم. هو ضمیر هو راجع به سوی کتاب، اینمی کتابه. چه قسم کتاب است؟ قرآن. قرآن به معنی مجموع، یعنی یک کتابی است که جمع کرده شده است. الله ایره جمع کرده، الفاظ معانی و مطالب بشه. یک معنای قرآن به معنی مجموع. دومی که قرآن به معنی قرائت، ما نازل کردیم این کتاب را قرآن در حالی که قرائت میشه، خوانده میشه، بیان میشه. از جانب الله بیان شده است به رسول الله و رسول الله به صحابه، صحابه به نسل های بعدی، یکی به نسل دیگری این را بیان میکنه. یعنی قرآن نامش چرا قرآن است؟ به خاطر که اگر محموز باشد از قرأ یقرأ، قرآن و قرائتا اقرأ بخوان، از این گرفته شده. نام یعنی کتاب قرآن است، یعنی خواندن، باید بسیار خوانده شود، الفاظش خوب، معانیش، مفاهیمش بار بار خوانده شود تا که انسان میتونه قرآن بخوانه. چرا نامش قرآن است، یعنی نامش قرائت، خواندن. ولی افسوس که بسیاری مسلمانان نمیخوانه، نمیفهمه، حتی قرائت نمیکنه، معنا و مفهومش یاد نمیگیره. باید بار 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 خوانده شود تا که انسان زنده است بخوانه.
هر سال با معنا، با مفهوم، با تدبر و تفکر تا حدی بخوانین که خوب معنایش یاد بگیرین. بعد از تلاوت کنین، در معانیش تدبر کنین، فکر کنین. این نیست، اینی وقت است که با شما خوب میتونین که قرآن رو بفهمین و امی حقش که قرآن است ادا شود. قرآن نیست که باید خوب خوانده شود، بار بار خوانده شود. عربی دیگه صفتش چیست؟ عربی. عرب معنای، یک معنای عرب به معنای وضاحت است، یعنی واضح است، روشن است. معما و پیچیده و کدام چیزی نیست کسی نفهمه. بسیار آسان است، بسیار واضح روشن است. هر کتاب دیگه پیچیده هیچ پیچیدگی نداره، بسیار وضاحت داره، روشنی است. دی هر کس میتونه بفهمه، با سواد و بی سواد، خواننده و ناخوان، کسی خطا هم نفهمه میتونه قرآن یاد بگیره. بسیار واضح و روشنه. دیگه کتابا رو ببینی بسیار سخت است، این بسیار آسانه. حتی وضاحتش بعدی است که اطفال هم میتونه این را حفظ کنه و یاد بگیره. عربی یعنی زبان بسیار واضح و روشن. عربی زبانی است که همه زبان ها کرده وضاحت داره، در وضاحتش بی نظیر است. از این فهمیده می شود که همه الفاظ است به زبان عربی است، الفاظ عجم وجود نداره. نگام روایت ها از عبدالله بن عباس است که قرطاس و سجل و اینا الفاظ عجمی است، او طور نیست، و الفاظ عربی بوده ولی در عجمی به حد استعمال شده که فکر شده که عجمی باشه. یعنی هم قرطاس هم خودش عربی است. لعلکم تعقلون. الله میگه ما کتاب نازل کردیم، قرآن قرائت میشه و عربیان به زبان بسیار فصیح و روشن واضح. چرا؟ لعلکم فایدهش چیست؟ به خاطر از اینکه تعقلون، شما تعقل و فهم حاصل کنین، مطالب از این را معانیش درک کنین و فکر بکنین. دی واقعا کسی قرآن میخوانه عقلش بالا میره، بسیار فهمیده میشه. کل قرآن خوب بفهمید، زیرا دی عقیده است، تاریخ است، سیاست است، بسیار مسائل. عقل انسان بسیار بالا میره، فهمش بسیار بالا میره، درکش، سیاستش، تدبیرش میتونه که حتی دنیا را رهبری کنه. اگه کسی قرآن نمیفهمه ایج دیگه بود یک جاهل آدم است، هم فامیل خود هم رهبری کده نمیتونه، قرآن که نفهمه. اما قرآن که خوب بفهمه، آن چیزی که الله بیان کردگی است، تعقل و تفکرش، فهمش به حد بالا میره، عقلانیتش، سوادش، که حتی دنیا را رهبری میکنه. اما افسوس که این مؤمنین ما توجهشان بعضی هیچ نیست، بعضی بسیار کم است. و کفار هم بسیار کوشش میکنه قرآن از زندگی مسلمان ها دور باشه، معنا و مفهومش، فهمش، معانیش، مطالبش دور باشه، الفاظش باشه. میگه بسیار کوشش میکنه مدارس فقط لفظ باشه و حفظ باشه و حسن قرائت باشه، ولی مدرسه که تفسیر باشه و معنا و مفهوم باشه. در این مسابقه باشه، اون مسابقه ای دایر نمیشه. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص ما بیان میکنیم علیک بتوی پیامبر احسن القصص بهترین قصه ها، یعنی بهترین بیان ها را، بما اوحینا بسبب ازی که وحی کردیم ما الیک بتو هذا القرآن، قرآن را، و این کنت من قبلی بدون شک بودی تو، و این کنت اگر که بودی تو پیامبر، من قبلی پیش نزول قرآن لمن الغافلین، از جمله بی خبر، یعنی خبر از این واقعا نبودی. یوسف علیه السلام نمیشناختی کی بود، چه قسم آدم بود، فرزند کی بود، چی کارا کرده. الله میگه وحی شد که تو فهمیدی. از این فهمیده میشه که پیامبرم عالم الغیب نیست. الله میگه ما نقص و بیان میکنیم، قصه بیان میگه علیک با بالای تو، یعنی اشاره به سوی عزیز دریات که تو پیامبر هستی. صداقت رسول الله صلی الله علیه و بیان میکنه، زیرا وحی به کسی که میشه وحی آسمانی و پیامبر است. چی را بیان میکنیم؟ احسن القصص، بهترین قصه ها را، یعنی بهترین بیانه، بهترین واقعه را از کل واقعات انبیاء احسن گفتگی است، به خاطر که بسیار عقیده توحید بسیار عمیق بیان شده است. آن که در عمیق است که ما بعضش باز بیان میکنیم به شما. توحید فی العبادت، رد انواع شرک دی وجود داره، توحید در اسماء و صفات است و
دیگه ای که الله که چیزی را اراده کند همو میشه. هیچ کس نمیتونه اراده الله را رد کنه. انسان یک تدبیر میکنه، الله دیگه تدبیر الله غالب است. برادرای یوسف علیه السلام یک نوع تدبیر کرد، مکر و چل و توطیه کرده، دسیسه علیه برادرش. الله تدبیر نجات و بلند کردن مقام یوسف علیه السلام کرد. اونا هیچ خبر نبوده. اونا فکر کردن که ما یوسف علیه السلام ذلیل میکنیم، گمش میکنیم. خبر نبود که الله به او عزت داده رایست. در این وقتی که اونا او کار میکرد، الله ای تدبیر گرفته بود. پس تدبیر انسان در برابر تدبیر الله هیچ است. همه کافران تدبیر کرده رایستن، استراتژی های جدید و دسایس جدید علیه مؤمنین. الله تدبیر هلاکتشان کرده رایست. اونا هیچ نمیفهمند، ولی تدبیر الله حاکم است و بالای همه چیزها. دیگه ای که اعمال نیک هم در این بیان شدگیست که یوسف علیه السلام چقدر اعمال های نیک انجام داد که ما در جای میگیم. اعمال بد هم که برادرای چقدر گناه را انجام داد او را هم براتان بیان میکنیم. اخلاق نیک و شایسته، چقدر یوسف علیه السلام اخلاق عالی داشت که یک مؤمن باید همینطور باشه، خصوصا در برابر برادرای با ایمانش که اگر که از اونا گناه سر میزنه کوشش کنه عفو کنه، انتقام جویی نکنه از مؤمن. کافر که هست گپش جداست. و بسیار چیزها هم در این بیان شده، اشیا و تاریخ و سیاست که هر کدامش بیان میشه و این خاطر احسن القصص میگه. به ما اوحینا، ما بیان میکنیم شاید بهترین قصه ها و واقعات به سبب اجیت ازی که اوحینا وحی کرده الیک به تو هذا القرآن، ای قرآن، یعنی در قرآن وحی شد بر تو که گپا را فهمیدی، یعنی سبب علم تو وحی است. پس وحی یک کسی توسط وحی مسئله غیب در بکنه و عالم الغیب نیست. زیرا غیب چیزیست که توسط وحی معلوم نشد. و این کنت من قبله لمن الغافلین. که در اینجا الله میگه که اگر که تو بودی پیش از نزول قرآن از جمله بیخبر، غافلین بودی. بسیار مردم از این واقعه خبر نداشت، تو هم از همون جمله بودی، نمیفهمیدی که یوسف کی بود، چه کارا کرده، برادرایش چه کارا کرده، در چقدر حکمت ها بوده در واقع یوسف علیه السلام و دادن نبوت. اذ قال یوسف لأبی یا ابت انی رأیت 11 کوکبا و الشمس و القمر رأیتم لی ساجدین. این صورت خصوصا با در وقت مصیبت ها، خصوصا مصیبت بندی خانه، در اونجا که باشه بازی را بیان کنی و مردم گوش کنن، بسیار تاثیرناک است. زیرا اونجا تو در عین مصیبت قرار داری، بسیار حالت سخت است. خصوصا بندی خانه که هر دقیقش مرگ باشه، قدر شدید باشه، این صورت که بیان کنی بسیار یک تسلی بزرگ و یک یک تابلیت تسکین بسیار 100% کاملا تسکین میشه، سکونت و آرامش برات پیدا میشه و جز و فریاد و گپا نجات پیدا میکنه. اذ قال یوسف لأبی، یاد که وقتی را که گفت یوسف علیه السلام لأبی از برای پدر خود، یا ابتی پدر جان، انی رأیت 11 کوکبا، بدون شک من دیدگیستم 11 ستاره را و الشمس آفتاب و القمر مهتاب، رأیتم دیدم اینا را در خواب، لی ساجدین که از برای ما تعظیم میکردن، سجده سر یعنی احترام میکردن. یوسف علیه السلام الله از اینجا واقعش تمهیدی بیان میکنه که یک خواب میبینه. خب یوسف اگر که از اولادی یعقوب است، یعقوب فرزند اسحاق، اسحاق فرزند ابراهیم و ابراهیم علیه السلام یک پیامبر است که همه ادیان خود به او نسبت میتن، نصارا و یهود و مشرکین مکه هم میگن ما در دین ابراهیم هستیم. ابراهیم علیه السلام بسیار یک شهرت نیک در همه ادیان داشت و مسلمانان میگن که ما در ملت ابراهیم هستیم. از ابراهیم علیه السلام اسحاق پیدا شد، از او یعقوب و از او یوسف علیه السلام. اینا اگر که در شام زندگی میکردن، ولی وقتی که برادرایش یوسف علیه السلام در چاه انداخت، این به طرف مصر رفت و بالاخره که پادشاهی را الله برش در مصر داد، باز کل پدرم آمد، باز یعقوب علیه السلام آمد، برادرایش آمد در مصر. بازی سبب شد که بنی اسرائیل در مصر بیاد، یعنی اولاد یعقوب علیه السلام که حال یهودی ها میگن. یا
و مصر سکونتگاهشان شد. از اونجا آمدن و یوسف پسان الله میگه که کسی است که الله برش وحی کرده، پیامبری را برش داده. و یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم قال یوسف، وقتی که گفت یوسف علیه السلام لیابی، از برای پدر خود، یا ابتی ای پدر جان، یا ابتی کلمه شفقت است. اینی رایت احدا، بدون شک من دیدم در خوابم احد عشر کوکبا، 11 ستاره را، و شمس و القمر، آفتاب مهتاب. اشاره به چیزی که یوسف علیه السلام خواب میبینه که 11 ستاره آفتاب مهتاب برم سجده میکنه. این خواب خود دید، ولی سعی کنیم که خواب به دیگه کس بیان نکنه. خواب به کی بیان میکنه؟ به یعقوب. میفهمه که و پدرش خب پیامبر هم است، نیکترین انسان هاست در او وقت. از این فهمیده میشه خوابی را کسی میبینه باید به انسان های نیک بیان کنه، و هم که خواب خوب باشه. در احادیث میاد، بسیار احادیث صحیح است، رسول الله میگه که در ارتباط خوابای بد و وحشتناک ضررناک به هیچ کس نگوین، به هیچ کس. از شرش پناه بخواید. حتی امکانش هست شب بخیر 2 رکعت نماز بخواد، از الله از ضرر خواب پناه بخواد. یا متو در ساعتی که یک کسی خواب خطرناک ببینه بیدار میشه، قلبش تکان میخوره، از شر و ضررش پناه بخواد، به هیچ کس بیان نکنه. ولی متاسفانه که مسلمان ها این خوابای خراب خدا برک بیان میکنه. این توی خواب وحشتناک دیدم، نگوره به کسی، از ضررش پناه بخوان، نماز بخوان، دعا بکن. در حدیث میاد که الله ای را از ضرر خواب حفاظت میکنه. این حدیث اینطور صحیح حدیث است. خوابای بد دیدی ولی اگر بیانش کردی، این احتمال عزیز که باز مصیبت واقع شود، بسیار احتمال است. پس خواب خوبه که است باید به انسانای نیک بیان کن. میفهمی که تعبیر خوب داره. این خواب خوب دیده 11 ستاره روشنیش کم است. از این فهمیده میشه که اشاره به سوی برادرایش است، برادرایش، زیرا 11 برادر داشت، بنیامین 10 برادر دیگه. و خصوصا بعضی برادرایش گناهایی داشت که بعد از توبه کردن بعضی روشنی را حاصل کرده بودن، مثل ستاره ها و شمس، آفتاب و مهتاب. زیرا ای که میگه که 11 ستاره سجده کرده و وقتی است که اونا بسیار گناه را کرده بودن برادرایش و باز پسان توبه کرده گستن، یعنی بعد از توبه بعضی نور حاصل کرده بودن. آفتاب یعنی پدرش که در روشنیش کامل است، قمر مهتاب که روشنیش کم است، اشاره به سوی مادرش است. اگر که بعضی ها گفته که آفتاب مؤنث است، مهتاب مذکر است، این یک گپ از نگاه الفاظ گپ زده گستن. اینجا هدف روشنی کامل است و روشنی یعقوب علیه السلام بسیار بلند بود، پیامبر هم بود، مرد هم بود. و مهتاب مادرش است، روشنیش کم است، نسبت به متوسط است. رأیتهم، دیدم من اینا را، لیک از برای ما ساجدین، سجده میکرد، یعنی تعظیم میکردن، سر پایین کردن، احترام میکردن. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. قال گفت یعقوب علیه السلام یا بنی ای فرزند ما، ای بچه جان، لا تقصص رؤیاک، بیان نکو خوابت علی اخوتک با برادرایت، فیکیدوا لک کیدا، تدبیر جور میکنن، چل و فریب از برای تو، کیدن یک تدبیر و چلی که ضرر برات میرسان، دسیسه جور میکنن. این الشیطان للانسان عدو مبین، بدون شک شیطان از برای انسان دشمن واضح و آشکار است. یعنی شیطان اگه اینا برادر تا شیطان اینا را خراب میکنه، شیطان در وجودشان داخل میشه، وسوسه میکنه، باز اینا یک ضرر بر تو جور میکنن. سکو اینجا یعقوب علیه السلام وقتی که خواب ای برش بیان کرد، فهمید که دیه مقام است، دی خواب که 11 ستاره و آفتاب مهتاب سجده کرده، دی مقام است، مرتبه یوسف است. اگر این خواب به برادرها بیان کنن، اونا حسد میکنن، بغض میگیره در قلبشان پیدا میشه و این نیست که شاید که ضرر برسانن به این برادر خود، زیرا شیطان باز هست و این وسوسه میکنه. پدرش چی میگه؟ یا بنیه، ای ارجمندی ما، ای بچگک ما، لا تقصص
قصه نکو، بیان نکو. رؤیا که خوابت علی اخوتک، به برادرای. یعنی فکر کنین در اینجا از این فهمیده میشه یک چیزه که بعض خوابها را کتمان بکن. به یک نفر گفتی به کلگی نگو، میتونیست که هر خواب بیان کنی. این را فهمیده میشه. دومی که یعقوب علیه السلام در غیاب بچه خود میگه که به برادرایت بیان نکن. چرا؟ فیکیدوا لک کیدا، شاید بر تو ضرر برسانه. از این فهمیده میشه که آیا غیبت نیست. اینجا سوال پیدا میشه در غیاب بچه خود، یعنی گفت که یا خطرناک هستن، ضرر میرسانه. سوال جوابش است که نه. وقتی که یک مؤمن میفهمه که یک ضرری از جانب یک مسلمان به دیگه متوجه است یا احتمال است، باید این جانب مقابل خبر بده، خاطر حفاظت یک مؤمن از ضرر دیگران. یکی خویش خبرش بده. مثلا یک کسی است آدم نیک است، خوب است، دیگه کسا آمادگی گرفته که را ضرر برش برسانه، یا بکشه یا بندی هرچی کنه. تو خبر شدی، عاجل رو خبر بده، برش بگو که غمت بخو. ببین یک مردم بعضی ها تصمیم داره که بر تو اینی ضرر برسانه، یا از بین ببره، یا زخمیت کنه، یا بندید میکنه. بکش خدا، این ضرور است. و یا اگر برش مشکل پیدا میشه حفاظتش کن، نجاتش بده. این گپ اسلام است. این دو نیست که یک کسی میاد پیش تو پناهی میگه تو خدا پد میکنی. گم که خدا. دیگه ای که اگر یک کسی به دیگه کس میفهمی که ضرر میرساند و تو میگی که این آدم خطرناک است، این غیبت نیست. زیرا غیبت ایره میگه که صفات قبیح یک انسان در غیابش بیان کنی به هدف توهین. هدف توهین از او باشد. اما اگر هدف حفاظت از شرارت از او باشد، این غیبت نیست. توجه شدیم؟ ما امیال مثلا بعضی ها را انتقاد میکنیم، نه؟ کلان ها را خورد و کلان هر کی کرد مولاد مولویست، یا نامش میگیریم یا نمیگیریم. هدف ما توهین شخصیتشان نیست. هدف چیست؟ که شرارت و ضلالت و گمراهی از اون مردم نجات پیدا کنند. اینا لیباس یک نهی عن المنکر است. این غیبت نیست. حالا هر گپ که بسیاری مجلس ها ما میبینم وقتی که یک گپ میزنی که فلانی رهبری حزبی توی طور است، خوش کرده باشه، نزدیک ازی نرین، چی میگه؟ غیبت نکو، گمش کو. شنیده که علی آباد شاره. تو غیبت هم میفهمی که غیبت چی رو میگه؟ یه آدم خراب است، حزبش، گروپش، اینیش، چند نفر میگه ما میریم یا میگه ما هستیم، بسیار آدم خوب است. اینجا تو باید صفات قبیح از او را بیان کنی که اون طرف که او روان است با آتش روان است، تو را با آتش میبره. هدف نجات باشد، هدف اصلاح باشد. این غیبت نیست. اینجا هم سعی کنین یعقوب علیه السلام چی میگه؟ به برادرایت بیان نکو که توطیه و دسیسه میکنه، شاید تو را بکشه. این فیکیدوا لک کیدا، این معنیشه. آیا غیبت کرد در حالی که برادر بچه های یعقوب پیشش نیست؟ صفات قبیحش بیان کرده یا نه؟ کرده. یعنی غیبت شده؟ نشده. زیرا پیامبر گناه نمیکنه. پیامبرها خود گناه معصوم هستند. از این فهمیده میشه که غیبت نبوده. توجه شدین؟ اگر یک کسی صفت یک انسان میکنه که آدم خوب است، تو میگی نه یک گناه کرده، تو هدف توهین است، باز اونجا گناه کبیره میشه. الله میگه ولا یغتب بعضکم بعضا، بعد شما بعد دیگر غیبت نکنه. اینجا سعی کنین که چون که میفهمه پدرش که این بچه های ازی حسد و اینا، یعنی بعضی از گناهشان میدیده، خبر داشت، گفت بیان نکو خوابت به برادرای. چرا؟ فیکیدوا لک کیدا. فیکیدوا کید، مکر و فریب و توطیه و دسیسه جور میکنن. لک بر ضرر تو، کیدن به یک دسیسه جور کرده. یعنی خطرناک یک کاری میکنن شاید بر تو ضرر برسانن. این را بیان نکن. ولی سیکو در اینجا یعقوب علیه السلام میگه ضرر میرسانه. خودش پیامبر است ولی همی ضرر بچه های خدا دفع کرده نمیتونه. این فرزند خدا از ضرر و کید و مکر و فریب اونا نجات داده نمیتونه. صرف میگه که این را بیان نکن. این تو نمیگه بیان کن من اینجا هستم، یک دعا میکنم که این نزدیک تان نرسه. نه، خود انسان بود. این انسان، این یک انسان عادی بود. صرف به انبیا وحی میشد خلاص.
دیگه این گپ هم میگه ان الشیطان للانسان عدو مبین، بدون شک شیطان است برای انسان دشمن آشکارا است. دیگه در اینجا نمیگه که برادرایت یعنی چی کار، سبب شیطان است، ولی می سبب شدن شیطان انسان به گناه میکشانه. این با سبب بیگناهی انسان نیست که انسان بیگناه باشه. شیطان دشمن آشکارا است. اگر این خوابت بیان کنی، شیطان در قلب وسوسه میکنه برای تو، کید و مکر و فریب جور میکنه. اگر که الله اینه میره جزا میته، جرا الله میگه شما شر شیطان پناه بخواید. شیطان شما را بسیار به گناه دعوت میکنه، نباید اطاعتش کنه. هم شیطان های انسی و جنی ها. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وكذلك إن من قسم يجتبيك انتخاب میکنه تو را ربک ربت ای یوسف و یعلمک تعلیم میتبرتو می آموزوند الله برتو من تأویل الاحادیث از حقایق اخبار، حقیقت اخبار خبرهای انبیای گذشته یا تعبیر خوابها و یتم نعمت و علیک تمام میکنه کامل میکند الله نعمت خود را علیک با بالای تو یوسف و علی آل یعقوب و به خانواده یعقوب علیه السلام کما اتم علی ابوی قسمی که کامل کرده بود الله نعمت خود را به پدرای تو من قبل پیش ازی ابراهیم علیه السلام و اسحاق علیه السلام ان ربک علیم حکیم بدون شک رب تو عالم است به همه حالات، حکیم در هر کارش حکمت است. این که تو خواب دیدی در بسیار حکمت است. نکنین در اینجا و کذالک کاف بر تشبیه است، یعنی قسمی که توی خواب دیدی یک مقام است، امی قسم الله تو را انتخاب میکنه. این یک نوع تعبیر خواب ازیام است. یعقوب علیه السلام فکر کرد که یک قسم خوابی که داده الله بر ازی مقام میتا مرتبه میتا و کذالک امی قسمی که خواب دیدی امی قسم یجتبی که اشتباه ایره میگه که کسی انتخاب شود برگزیده شود به کارهای بزرگ، یعنی الله تو را انتخاب میکنه ربت خالق و معبودت به کارهای بزرگ کو چیز دعوت به توحید، کار نبوت که انبیا ای کار کرد، رد شرک، مبارزه علیه کفر شرک. تو را انتخاب میکنه ربت خالقت، برگزیده میسازد، مقام میته بر تو، مرتبه میته بر تو، به یک کار بزرگ تو را الله انتخاب میکند. و کار بزرگ چیست؟ دعوت به توحید است، رد شرک است. زیرا کل انبیا می کار کردن. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان یعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. دیگه چی؟ و یعلمک من تأویل الاحادیث، تعلیم میتا الله بر تو می آموزاند من تأویل از بیان تعبیر احادیث جمع حدیث خوابها. یک معنیش همیست الله تعبیر خواب برات یاد میتا، یعنی یک معجزه است. یکی از معجزات الله برات میتا که خواب تعبیر میکنه. یا تعویل به معنای بیان حقیقت احادیث انبیای گذشته، انبیای گذشته که چی کارا کردن، این چیزا را الله برات تو یاد میتا. بسیاریا گفتن که تعبیر خواب است، یعنی خواب میتا این تعبیر کنی. این دو نعمت. سومی که و یتم نعمته علیک، کامل میکنه الله متعال نعمت خود را به بالایت. کمال نعمت چیست؟ نبوت است، وحی است. گفت من فکر میکنم که تو چون که من خودش میفهمم پیامبر هستم، از اولاده من نبوت الله بر تو میته. یوسف هم میگه که الله نعمت خود را به بالای تو تام میسازه و علی آل یعقوب و به خانواده یعقوب علیه السلام. خانوادهش کما اتمها علی ابویک ابراهیم و اسحاق، قسمی که نعمت خود را کامل کرده بود بر دو پدرایت ای یوسف پیش از تو که کی بود؟ ابراهیم و اسحاق. اون نعمت چی بود؟ نبوت الله برشان داد، نه؟ وحی را برش داده بود. ابراهیم علیه السلام به اسحاق پیامبر بود. این اشاره به سوی ازی کرد که نبوت و پیامبری را الله بر تو هم میته، مثل که با پدرایت داده بود. پدرایش کیست؟ اگر خودش خود پدر یوسف بوده، ولی اسحاق ای پدر یعقوب است، پدر کلان یوسف میشه. ابراهیم میخو پدر اسحاق است، ابراهیم پدر کلان خود یعقوب است. ولی سعی اینجا چند درجه آمد که پدر، یعنی ازی فهمیده میشه که پدر هم پدر گفته میشه.
یعقوب پدر یوسف علیه السلام است. قرآن استعمال پدر با بالای پدر کلان هم کرده و از او با بالا هم کرده است. دو درجه بالا را. اسحاق فرزند ابراهیم، ابراهیم پدر اسحاق و اسحاق پدر یعقوب، یعقوب پدر کی است؟ یوسف علیه السلام. ان ربک علیم حکیم، بدون شک رب تو عالم است، حکیم، در هر کارش حکمت وجود داره. این گفت که ما فکر میکنم که الله بر تو نعمت‌ها را میده، تعبیر خواب‌ها را، این چیزها را الله نصیب تو میکند. قسمی که پدرای تو را الله تو عزت و این نعمت‌ها را برش داده بود. به این خاطر میگه خوابت به دیگه به برادرایت بیان نکو، دیگه از کسی پرسان نکو. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، بدون شک است درباره یوسف و اخوت و برادرش آیات، نشانه ها، دلایل، پند و نصیحت للسائلین، از برای کسایی که سوال میکنن، کسایی که میخوان پند و عبرت بگیرن. بسیار عبرت هاست، بسیار پند هاست، بسیار مسائل است، مسائل عقیده است، اخلاق است، اعمال است، نیک بد و غیره. یک معنای شمیس. دومی که آیات و نشانه های است برای کسایی که سوال میکنن، یعنی کسایی که میخوان درباره واقعی یوسف در این صورت تحقیق کنن، بسیار چیزا را پیدا میکنن، بسیار حکمت ها، بسیار مسائل را پیدا میکنن. الله ای را گفت که در واقعی یوسف برادرش بسیار گپا را ما داخل کرده گستیم، از عقیده گرفته و همه اعمال و اخلاق وجود داره. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين. از این واقعه تفصیلی یوسف علیه السلام بیان میشه. الله میگه یاد کو پیامبر میگه وقتی را زمانی را قالو گفتم برادرای یوسف، لیوسف حتمی یوسف علیه السلام و اخو برادرش بنیامین احب بسیار محبوب تر است الی ابینا به طرف پدر ما منا از ما کرده و نحن عصبه در حالی که ما جماعت کامل هستیم. ان ابانا لفی ضلال مبین، بدون شک پدر ما در یک سادگی آشکاراست یا در خطایی آشکارا، کار خطا میکنه. خب آلیا میخواهند که بر یوسف علیه السلام، خب یوسف علیه السلام وقتی که خواب دید و گپا را گفت، توجه پدرش به این زیاد بود، به خاطر که همون نشانه‌های نیکی و خوبی و نبوت در دیده میشد. و طبعا پدر که یک اولادی که خوب باشه، نیک باشه، صالح، که از او محبت میکنه و این کار شرعی هم است. یک کسی که خوب نباشد به اسلام برای گناه بکنه و خوبی و بدی او را خوش نداره. یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام به خاطر دینداریش، به خاطر نیکی و صلاحیتش که صالح بود دوست داشت، نه به خاطر کدام گپ دیگه. و این کارش صحیح بود. اما اینجا سعی کنین فرزندای یعقوب چی میگن؟ میگه پدر خدا نه طعن میکنن، میگه سعی کنین محبت با یوسف و برادرش میکنن و ما در حالی که جماعت هستیم دیگه میگن پدر ما در خطایی آشکار است. این کلش گناه کبیره. طعن کردن به پیامبر، اگر که پدرت باشه هم گناه است، او که پیامبر باشه خب بیخی. و دیگه ای که نسبت خطایی را به طرف پیامبر دادن، نه؟ این خودش یک گناه کبیره است. این گناه را فرزندایش کردن، از این فهمیده میشه که اونا پیامبر نبوده. ای کل مفسرین، ابن کثیر میگه که محققین مفسرین است، قرطبی و غیره، که پیامبر نبود دیگه اولادش. امید یهودا و چقدر ناما داشت، 10 دانه دیگه بودن. از قال وقتی که گفتن لیوسف و حتمی یوسف و برادرش هم انسان نیک بود نسبت به اونا، احب و محبوب تر است الی ابینا و پدر ما منا از ما کرده و نحن عصبه در حالی که ما جماعت هستیم. عصبه همون جماعتی را میگه که 10 به بالا باش، کم از کم 10 دانه باش. اینا 10 تا بودن. ما یک یعنی یا چی میگن؟ ما یک جماعت هستیم، کلان هستیم، قوی هستیم، بسیار کارا را کده میتونیم، کارام میکنیم، ولی دوستیش محبتش با یوسف زیاد است. احبو از این چی فهمیده میشه؟ محبوب تر، یعنی یک لفظ اسم تفضیل است. اسم تفضیل یعنی محبوب تر است، یعنی ما را هم دوست داره. اینطور نبود که اونا را دوست، ولی محبتش با یوسف زیادتر است، با برادرش زیادتر است از ما کرده، در حالی که خود گناه نیست. و یا چی میگن؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، بدون شک پدر ما در خطایی آشکارا. ضلال اینجا به معنی سادگی میاد، گمراهی نمیاد،
گمراهی خویی را میگه که از وحی و فرمان الله دور باشه انسان. او خب با نسبت گمراهی را به پیامبر دادن کفر است و یا کافر میشن. این تو نیست. دلال به معنای سادگی، به معنای خطایی، یعنی در کار خانواده، در محبت خانوادگی خطا کرد. این پدر ما در خطایی آشکاراست در نظام خانوادگی خود، در معامله خانوادگی خود بسیار خطا کرده. در سادگی آشکارا است، یعنی بسیار واضح است سادگیش. ما قوی هستیم، کاربار ما زیاد است، ولی این را دوست داره. یا فکر میکنن کسی که قوت داره و کار میکنه و پیسه زیاد میاره، پدر باید امور را دوست داشته باشه. ولی پیامبر بود، این قصه پیسه و دنیا و قوت انسانی نبود. این صلاحیت عقیدتی و عملی را میدید که کی صالح است، کی نیک است. اینا نسبت خطایی را بناحق دادن به طرف پدر. اینجا یک مولوی صاحب آمده بود، پارسال مشمکه ختم داد، باز گفت که یعقوب علیه السلام گناه کرده بود که همی فرزندایشی را متهم ساختن. از این فهمیده میشه که گناه کرده، به خاطر که یا میگن ان ابانا لفی ضلال مبین. حالی گپ کی است؟ خب گپ الله نیست. اس قالوا لیوسف، این خب گپ فرزندایش از و فرزندای گناه را میکردن دیگه. او خب بیگناه نبودن، پیامبر نبودن. این خب گپ الله نیست. الله نگفته که ان یعقوب لفی ضلال مبین. این خب گپ از اونا است. او مولوی صاحب گفت که یعقوب علیه السلام گناهگار بود، به این خاطر محبت کرده بود با یوسف علیه السلام نسبت به دیگه بچه خود، و به سبب این گناهش الله او را مصیبت سرش آورد، اولادش گم کرد از پیشش. توبه. یوسف علیه السلام که در بندیخانه 7 سال بندی بود یا 14 سال، چی گناه کرده بود؟ یک توجیه غلط. بازی یک کسی بود حاجی خواجه که چیز جنجال کرد که نه اینطور نیست، او که تزو دعوا کرد یک جنجال جور شد. این گپ صحیح نیست. او گفت فلانا مفسر گفته و فلانا گفته، کسی گفته اشتباه کرده گیست. اقتلوا یوسف و اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم و تکونوا من بعد قوم صالحین. خب آلی سیکو اذ قالوا لیوسفو، این گپ در کجا گفتن؟ الله میگه یاد که وقتی را که گفتن که یوسف ایمان در کجا؟ در بین خود. اول 6 تن یک شورا کردن. این شورای گناه بود، نجوا کردن. نجوا و شورایشان در معصیت بود. 6 تن اول مشوره کردن که سیکوی را دوست داره، نه بیا که یک کاری کنیم. هر نوع مشوره و شورای گناه و نتیجه گناه را داره. الله میگه جلسه هایی که دو گناه باشه ما اونا را جزا میده. خب در این مشوره اینا چی میگن؟ اقتلوا یوسف، بکشین یوسف علیه السلام. خب پدر ما این اولاد بسیار دوست داره، خیلی چی جزایش چی میتی؟ بیا که می اولاد کشته شد. چقدر گناه کلان است. ولی محبت، به خاطر محبت میکشی برادر. خب گناه از این چیز؟ خب پدرت که تازی محبت کرده، او خردم بود. یوسف علیه السلام عمرش خرد بود، کلان نبود. اینجا خب گناه یوسف هیچ نیست. اگر این گناه میدانین خیلی پدرتان جزا بتین، نه؟ یا کی را جزا میتن؟ یک بیگناه را، یوسف علیه السلام. فکر چقدر گناه کلان است، نه؟ محبت یعقوب علیه السلام کردن، جزا را کی میبینه؟ یوسف. اقتلوا یوسف، بکشین یوسف. یعنی این فیصله. او اطرحوه، یا بیاندازین این ارضا در یک زمینی یخلو لکم وجه ابیکم، که خالی شود از برای شما روی پدرتا، و تکونوا من بعدی قوم صالحین، شوین بعد از کشتن یوسف یا گم کردن یوسف یا قوم صالح. سکنین یکی خو مشوره کردن به قتل، این گناه بود. دومی که تصمیم چی میگن؟ گناه بکنیم با پسان توبه کنیم. این خودش یک گناه دیگه است. بسیار مسلمان ها میال ببینیم میگه بیا کار بکنیم، با پسان توبه میکنیم، نماز نمیخوانه و چقدر کارا کرده میره، در آخر میگه توبه میکنیم، نه؟ یا میگن که آلی را بکشین یا گمش که کاری کنین، باز خیر پسان میشین قوم صالحین، صالحین توبه میکنین. این ممنوع در اسلام، این کار صحیح نیست، جرات شده، تقبیح شده این کار. اقتلوا، بکشین یوسف. مشوره گفتن چی کنیم یوسف؟ 6 تن در بین خود، بعضش گفت بکشین، بعد دیگه چی گفت؟ او اطرحوه. دو نظر پیش کرده، دو نظر آمد در این مشوره، یا قتل یا پرتش در یک زمین، یعنی گمش کنین از اینجا.
ببره یک جای دیگه بره. یخلو لکم وجه ابیکم، که خالی شد از برای شما وجه به معنای ذات است، ذات پدرتان، یا وجه به معنای روی پدر. وجه به معنای توجه پدرتان برتان خالی شد. دیگه هر وقت که پدر کسی را کار داشت فقط شما را بگوید فلانی بیا فلانی بیا، دیگه یوسف رو نگوید. و تکونوا من بعده قوما صالحین، و شوین بعد از این، یعنی بعد از این کار کشتن و گم کردن برادر، یا قومی که قوم صالح، قوم نیک، یعنی توبه بکنید. اینی مشوره را کردن، چون که خاندان نبوت بود، گفتی خب گناه است ولی پسان توبه میکنیم، بیا که می گناه را بکنیم. خب این دو نظر که مطرح شد، یک نظر دیگر یک کس دیگهش مطرح کرد که او کلانشان بود. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال گفت قائل منهم، یک گوینده از اینها، لا تقتلوا يوسف، نکشین یوسف، والقوه في غيابة الجب، پرتنی را در تاریکی چا، در مکمر چا پرتنی را، خالیگاه چا، یلتقطه بعض السیاره، که بلند بکند را، پیدا بکند بعض کاروان تجارتی میره و بگیرش. ان کنتم فاعلین، اگر ای کار میکنین، اگر شما میخواین یوسف علیه السلام از این خانواده گم کنین، در چا پرتش. این کلان شما بود. بعد ما یهودا نام داشت، یهودا که حال کل قوم یهود خدا منصوب به سوی از او میکنن، یهود. و امیالی هم یهودی ها بسیار همی نامها را خوش دارن. می صدر اعظم اسرائیل نه نام خدا چی مان؟ بنیامین برادر یوسف. نتانیاهو تخلص شد. خود کشور نامش چی ماندن؟ اسرائیل لقب یعقوب است، یا بنی اسرائیل، ای اولاد یعقوب. اسراء به معنای عبد، ایل به معنای الله. ای اولاد یعقوب اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. نام کشور ماندن اسرائیل، نام صدر اعظم بنیامین. کارشان میکنه که کفر که بیخی خطرناک. حتی تورات اونا در زندگی خودن تطبیق نمیکنن، سیکولر هستن. تورات قرار در معبد مانده، همون تورات تحریف شده، فقط قانون خودشان جور میکنن. همین نامای مذهبی را خوب خوش دارن، نام کشور مذهبی، نام خود مذهبی. یک تا را ندیدیم که نامای کفری را در سر خود بانه. نامای مذهبی را خوش دارن، عقاید کفری، عمل کفری. اگر کافر بگویش قار میشه، نه؟ که مسلمان بگویش با عقیده و عمل کفری، مجاهد بگویش تو خوش میشه، شمایش میده. مثال یگانه مسلمان قوی، یگانه مجاهد بزرگ فلانی خان است، تو خوش میشه. این صفت اینمی تو مردم ها است. قال قائل منهم، گفت یک گوینده از لا تقتلوا یوسف، نکشین یوسف. چی کنین؟ گفت فقط ظلم نکنین که بکشین. ولی چی گناه کرده؟ محبت پدر کرده میکشین اولاد برادر. والقوه فی غیابت الجب، حال شما خوی کار میکنین و ان کنتم فاعلین میگم، پرتینی را فی غیابت جمع غیابه اصل جب چاره میگه. و چای خام، چایی که خام است، یعنی از گل چی شده، چکی گپا نداره، تو کنده شده. باز دو چا که او باشه تا یک وقتی اوش پایین شو یک ذره، در بغلش تو کمر پیدا میشه، در بغل چا تو یک خالیگاه پیدا میشه. آب چا اول که میکنی زیاده، باز کم شده میره، چند وقت کمی آب در چای خام باشه بغلش کمر پیدا میشه. غیابه اونمو کمر چاره میگه، در کمر چای را بانی دونموش پرتش که نه بالا شده بتانه، نه گریخته بتانه، نه خانه بیاد. باز میگه دور تعقیبش کنین، لیلتقطه بعض السیار، بعض کاروان میره میبره که بردش. این کنتم فاعلین، اگر شما ای کارم. لقطه اصل پیدا شده را میگه، یک پیداش میکنه بعض کاروانا، یا میفهمیدن کاروانا از جتیر میشه و آب میگیرن، حتمی دیچا دست میزنن. این که بعضی ها میگه خب چی کردن؟ میگه این را از سر چا زیر انداختن، نه؟ دهو انداختن، این خب مرگ بود، این کار نکردن. باز میگه الله جبرائیل امر کرد، این در حدیث نامده و وحی وجود نداره. جبرائیل میگه در بالای 7 آسمان بود، در زیر عرش بود. یا که یوسف انداختن، الله جبرائیل گفت بگیرش تا وقتی که یوسف در زیر چا برسه. یوسف جبرائیل از 7م آسمانی را گرفت در نیم را،
در دست جبرائیل باید موجه دم بیخک میگه ماندش دم بغله و بیغم باش من هستم کتی. این کنم چیزی ثبوت نیست. از خود الفاظ قرآن چی فهمیده میشه؟ این واقعی یوسف علیه السلام فیلمش پر کردن. دو فیلم که دروغا هست که حد نداره. دیگه پیامبر تمثیل کردن. و می خاطر ما فیلم هیچ ندیدیم. دیگه جایی که رفتیم سعی کردیم یکم لحظه که شاید 1 دقیقه یا نیم دقیقه که زلیخا پیر شده و میگه ای تو شده و تو شده. گفتم این فیلم نبینیم. چون که فیلم کی پر کرده اگه ایرانیا کرده کی؟ اگه ایرانیا کرده باشن حضرت علی و امام حسن و حسین رویشان نشان نمیده. میگه بسیار یا مبارک است. هیچ کس مثل روی ازیا خود تمثیل کرده نمیتونه. ولی یوسف علیه السلام که پیامبر است و 1 نفر میارن که تمثیلش کنه. از این فهمیده میشه که درجه امام از درجه نبی کرده بالاتره. روی از او نشان نمیده، زیر نشان میده. در روی از او آفتاب روشنی را میپرته، در روی از این چیزا نمیپرته. بازی آدم یک روز پیامبر، دیگر روز بدمعاش، دیگر روز حیاش، در یک فیلم دیگه توهین به پیامبر است. اینجا میگه که یوسف نکشین پرتش در مو کمر چا. غیابت جای غایبه که در بغل چا است اونجا. یا باز تا شدن نمیتو گرفتن در بغل ماندن او را. خب او چیخ میزد که مرا بکشین نم. باز برآمدن رفتن. ایتو نکردن که از موجه علاج بده. خب میمرد اگه او قسمی میبود. در متاریکی ماندندش و گفتندش که بیرون نبرای که میکشیم. این فهمی تو بیچاره موجه ماند و نمیتونستم بیرون برآمده. کسی بالایش هم نمیکرد. دیگه چیزی وجود نداشت. مجبور بود اون موجه باشه. قالوا یا ابانا ما لک. خب اینجا سعی کنین چند گناه کردن که ایراد اون تو یک جای. خب این کار کردن. قرآن میگه این کار انجام دادن. بعد از یال پیش پدر میان. قالوا گفتن خب این یک مشوره بود. این کار انجام ندادن. مشوره به می شد که چی کنیم؟ اول گفتن پدر ما اینی گناه را کرده. باز گفتن که خیلی بکشین ایرا چطور کنیم که از پدر گم کنیم. باز گفتن که این تصمیمشان شد. تصمیم که شد اینال یوسف علیه السلام چطور بکشن از پیش پدر. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف و انا له لناصحون. سکو الله خبر میده که اینا این کارا را کردن. در اون مجلسشان هیچ کس نیست ولی الله هست. نه الله وجود داره. به می خاطر الله اونمون مشورهشان صاف در کتاب آخری کتاب خود بیان کرده است. یا چی گپا گفتن و چی کارا کرده. هر جایی که تو یک دسیسه و توطیه جور میکنی الله اونجا وجود داره. چطور الله دقیق بیان میکنه که این گپا را زدن در بین خود. نکشین این کارا کنین. قالوا یا ابانا گفتن ای پدر جان ما لک چی شده از برای تو؟ چی دلیل است لا تأمنا که اعتماد نمیکنی با بالای ما را امین نمیگردانی علی یوسف به یوسف علیه السلام و انا له لناصح. بدون شک ما له از برای یوسف لناصحون حتمی نصیحت کننده خیر خواهش هستیم. حالا میخوان که یوسف بکشن. ای پدر جان میگه چی شده؟ یعنی چی دلیل است که اعتماد ما را امین نمیگردانی؟ ما خیرخواه و نصیحت کنندش هستیم. هدفتان چیست؟ ارسله معنا غدا یرتا و یلعب و انا له لحافظون. گپ اولشان هم که لا تأمنا و انا له لناصحون دروغ. کسی گپ میگه ولی در نیتش ظاهرش یک گپ در قلبش دیگه است. این خودش گناه. این دیگه گناه کردن. که ما خیرخواه عزیزیم. ما برای ضرر نمیرسانیم. چرا سر ما اعتماد نمیکنیم؟ این دروغای شاخدار گفته رایستن. شار دروغ. وسوق تصمیم گرفتن که چی میکنیم؟ حالا آمدن دروغ میگن. سعی کن یک گناه انسانا به دیگه گناه میکشن. این قانون است. یک کسی مرا گفت که همین نماز صبح قضا شد حتمی یک نماز دیگه قضا میشه. هیچ علت همین چیز. من گفتم قرآن میگه کسی یک گناه را کرد در پالیش دیگر هم میکنه. یعنی می فیصله است. تصمیم گرفت که یوسف ای تو میکنیم حال مجبور دروغ بگه. بعد از چقدر کارهای دیگر را کرده بره. نه چقدر دروغای دیگر و چقدر دروغای دیگر را بکنه. یا کسی که در خانه کسی تصمیم دزدی کند مجبور یک آدم هم باز میکشنه اگر صاحب خانه خبر شد. یک نفره باز اگر اولادش دیدش او را هم میکشه. چقدر کارهای دیگه میکنه. یک کس دیگه خبر شد اگر من دیدم تا او را هم میکشه. یعنی چندین قتل انجام میده. یک گناه انسانه به دیگه گناه میکشانه.
و می خاطر انسان از گناه دور باشه. و دیگه گناه که میکنی اول باید دروغ بگویی، تا که دروغ نگویی نمیشه گناه را کده. کسی راست بگوید گناه کده نمیتونه. همین کسایی که خدا کاندید میکنن نه، اگر راست بگوید یک نفر به یارای نمیته بگن که ما به قدرت رسیدیم، فقط در غم جیبای خود هستیم، همو اطاعت از بادارای خود میکنیم، دزدی میکنیم، فامیلای خود سر قدرت میاریم. همین کارایی که میکنن نه، همین گپا را بگن کسی رای میته یا بخیر. ولی باز یا چی میگن تو خدمت میکنیم، تو میکنیم، خوب دروغا گفته میرن تا که خدا به اوجه برساند. به اوجه که رسید چقدر مسلمان ها میکشن قدرت خدا نحفظ کنن نه، چقدر هزاران مسلمان ها بکش، خانش در بدر کن. ارسله معنا غدا یرتع و یلعب و انا له لحافظون. ارسله روان بکو امی یوسف به امرای ما، غدا فردا یرتع که خوراک بکنه و یلعب بازی بکنه و انا له لحافظون بدون شک ما از برای حفاظت کننده هستیم. اینا خب اول گفتن که چرا اعتماد نمی کنی؟ یعقوب علیه السلام گپشان گوش داره. باز چی میگه؟ ارسله روانش کو به امرای ما فردا، یعنی اعلا بته با نیره که فردا کت ما بره. چی کار بکنه کت شما بره؟ باید یک گپای مشروع را بگه. یرتع خوراک، رتع اصل چریدن هم میگه که میوه ها را استفاده کنی. یا میگفت طفل اونجا درختا و باغا سیب است، انار، از این چیزا استفاده کن، انگور است، دیگه خرما است، از این چیزا بخوره بانش. و یلعب ساتیری کنه. از این فهمیده میشه که ساتیری کردن اطفال مشروعه. زیرا یعقوب علیه السلام این گپشان رد نکرده، نگفته که خوراک نکنه ساتیری. چی میگن؟ نکنه ساتیری. این گپا نمیگه. یکم دفعه که ما اطفال دیدیم ساتیری میکنن نباید بزنیم نه. بعضی قبیه عقل است، ما اطفال که دید چی میکنن؟ ساتیری میکنن، چپا میکنن میزن. ما که آمدم نباید کسی پیش روی ما ساتیری کنه نه. یک جهالت افغانی است. اسلام ساتیری را برای اطفال اجازه میده، بان ساتیری بکنه، یلعب ساتیری بکند. و انا له لحافظون بدون شک ما از برای ازی حتمی حفاظت میکنیم، حفاظتش میکنیم. اینجا هم دروغ گفته، انا تاکید کردن یعنی هیچ به این ضرر کسی رسانده نمیتونه. اشاره بسید خوب متوجهش هستیم. خب این گپاره که گفتن آل پدرش چی میگه؟ قال انی لا یحزننی ان تذهبوا به و اخاف ان یاکله الذئب و انتم عنه غافلون. قال گفت یعقوب علیه السلام انی لا یحزننی بدون شک ما غمگین میشم ان تذهبوا این که ببرین شما بهی به یوسف علیه السلام، این مرا غمگین میکنه. و اخاف میترسم ان یاکله الذئب این که بخورد را گرگ و انتم عنه غافلون در حالی که شما بیخبر باشین، شما در فکر خود شوین را گرگ بخوره. اینا سعی کنین که یعقوب علیه السلام یا گپ داد نه، گپا را گفت غیب فهمید نه، فریب خورد، هیچ غیب نمیفهمه. کاش که وای به این مردمایی که میگن انبیا غیب دان است، اولیاء الله غیب میفهمه. حتی بعضش میگه که فلانی مرده ما که از اینجا میریم حرکت میکنیم او خبر است، در کدام ساعت در قلب ما چیست، در کدام ثانیه میم چی میخواهیم، از این کلی چیز میگه خبر است. این شرک بسیار کلان است. یعقوب علیه السلام میگه که اینی بدون شک ما لا یحزننی، حتمی من غمگین میسازه، حتمی لام بر تاکیده. چی غمگین میسازه؟ ان تذهبوا فاعله ذهاب بردن شما یوسف، یعنی همی که شما را ببرین جدایی از این مرا غمگین میسازه. یکی خواهم جدا کردنش مرا غم، یک غم به من که مرا از امیر از جمع میبرین غمگین میشه. دومی که واخاف یاکله الذئب میترسم که را گرگ نخوره. اجا فهمیده میشه که دو جنگلا و باغا گرگ بوده و اینا رمه داشتن، چوپان داشتن، گرگا میزده یکام تاره. من میترسم که را گرگ خورد است، یعنی شما کلان هستین شما را خورده نمیتونه، ولی این طفل است این را گرگ میخوره. و انتم عنه غافلون در حالی که شما از این بخبر، یعنی شما گناه نمیکنین، اشاره بسی از این میکنه شما بخبر هستین گرگی را میخوره. این گپا برش زد. قالوا اینا چی میگن؟ لئن اکله الذئب و نحن عصبه انا اذا لخاسرون. قالوا اینا گفتن با دیگه دروغ میگن، لئن اکله الذئب اگر ایرا گرگ بخورد و نحن عصبه در حالی که ما جماعت هستیم. یک جماعت کلان چی میگی؟ میگه گرگ چیست؟
ما اشاره بسیازی کرد که ما خود چوپان هستیم، 2 نفر ما یک چوپان هم میبره، یک رمه را و گرگا را نمیتونه رمه را بخوره از پیش ما. انسان چطور از یک جماعت کل ما متوجه هستیم گرگ میخوره؟ یعنی امکان نداره. اگر این کار شود انا اذا لخاسرون، بدون شک ما تاوانی میشیم. یعنی ما که رمه ها را میبریم و گوسفندا را پس میاریم، او را گرگ نمیخوره، حالا چطور یک آدم هم میخوره؟ یعنی امکان نداره. اینجا هم دروغ گفتن. فلما ذهبوا بی، خب وقتی که گپا را گفتن، یعقوب علیه السلام گفت خب خیلی که گپا از میبریم، مقصد متوجه باشین برین دیگه. فلما ذهبوا بي واجمعوا ان يجعلوا في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. فلما ذهبوا، هر وقت که بردن برادرای یوسف به یوسف علیه السلام و اجمعوا اتفاق کردن ان یجعلوا، اینکه بگردانن ایره بیاندازن فی غیابة الجب، در تاریکی چای خام، و اوحینا الیه، وحی کردیم ما به یوسف علیه السلام لتنبئنهم، اینکه خبر میتی تو اینها را به امرهم، به ای کارشان، هذا که ای کار است، و هم لا یشعرون، در حالی که اینا نمیفهمن. خب هر وقتی که اینا ای گپا را زدن یوسف بردن، باز درا دیگه که رفتن تصمیمشون که چی کنیم، آلی خوران تصمیم همی شد. و اجمعو، اجماع که میگن، نه اجماع به معنی اتفاق در لغت دیگه، قصد محکمشان یعنی تصمیم قاطعشان همی شد ای یجعلوه فی غیابة الجب، این که بیاندازن ایره بانندش فی غیابة الجب، جعل به معنی ماندنه، بانندش در تاریکی چا، یعنی در مکمر تاریکی چا بانندش. این تصمیم گرفتن و این کار خدا را انجام دادن. الله میگه تصمیم شد و این کار کرد که کرد. الله میگه وحینا، وحی کردیم الی به یوسف. یوسف علیه السلام در بغل کمر چا الله برش وحی کرد. این وحی چی بوده؟ بعضی هم میگه که پیش از نبوت گپایی که برای یک نبی گفته میشه و ارهاس است، به خاطری که جوان نبود میگه نبی نشده. ولی دیگران میگن نه، در طفلی الله برش نبوت داد، وحی برش کرد. وحی کردیم ما به یوسف که لتنبئنهم، حتمی خبر میتی تو اینها را به امرهم هذا، به این کارشان. خب الله برش تسلی داد که تو غمگین نشو، نجات میتون و تو، یعنی تو حالتی میاد که تو نجات میافی و میری و پاچایی، باز خبر میتی اینا را. نگفته که چی کارا، یعنی در آینده برش میگه که خبر میتی اینها را و هم لا یشعرون، در حالی که اینا نمیفهمن. یعنی این کاری که یا میکنن الله تو را نجات میته، باز امی عملشان تو پیش روشان میکشانی در حالی که اینا تو را نمیشناسن. شما ای تو کار کرده و مو تو شد در آینده. یا ای که الله میگه که وحی کردیم که تو اینا را به این کارشان خبر میتی در حالی که اینا نمیفهمیدن. یعنی وحی قسمی کردیم به یوسف که برادرش خبر نبود. خب از این فهمیده میشه که الله حفاظت از این را تصمیم گرفت که حفاظت کنه. اونا خب تصمیم گرفتن که را دور بسازن و ضرر برسن، الله حفاظتش کرد، تسلی برش روان کرد. و جا و با میشه یبکون، آمدن پیش پدرشان شان در تاریکی شام، یبکون که گریان میکردن. الله در اینجا میگه هر روز وقت می آمدن، حالی که آمدن چطور میان؟ شان خوب ماندن که ناوقت شد، هر وقت دیگر پیدا میشد، حالی گم شدن که حالا اگه وقت بریم میگه چی گپ شد، بیا که حالا خوب میگیم که ایرا گرگ خورده و چی، ناوقت بریم، ناوقت در تاریکی آمدن دیگه. یبکون گریان میکردن، گریان شانم به دروغ، گریان حقیقی نیست دیگه. در شو آمدن شو تاریک که گریان کنن و معلوم نشه که همین گریانشان براست، مثلا همین تو چشما را مالیده برن که تو کردیم متو شد هی تو شد، شوله و پوله کنن، نه که اینجا مانده بودیم میگب شد هی گب شد. اینجا فهمیده میشه که گریان چند قسمت. باز علامه ابن قیم 10 قسم گریان را بیان کرده است. میگه گریان است که رحمت نرمی قلب است، دوم گریانی که ترس از الله است، از آتش جهنم. و یک نوع گریان میگه ای است که خوشحالی، بعضی از خوشحالی هم گریان میکنن. یک کسیش مثلا گم است، غایب است یا مسافر است یا بندی شده، یک بار که میاد ببینی مادر و نزدیکاش گریان میکنن. نه این گریان غم نیست که یعنی تو آمدی چرا آمدی ما گریان داریم، نه این گریان چی است؟ خوشحالی است. توجه هستین دی؟
یا کسی از مسافرت بیاید بندی خانه، عالم گریان غم است در خانواده یا خوشحالی؟ گریان است ولی گریان خوشحالی است. یعنی از خوشی ما گریان میکنیم که الله تو را آورد. مثلی که ما آمدم بعضیا گریان کردن غیر از خانواده دیگران، این گریان خوشحالی بود. و یک نوع گریان دیگه این است که مکر است، یعنی با مکر گریان کردن میری، مثل کینا کردن. یا بعض زنا که گریان میکنه پیش شوهرشان گریان های مکر می. اگه این کار شو اینه قرار یک بغل میشینم تو خدا زنگ زنگ کده رئیس نه با شوهر میگه چی میخوایی؟ نه والا مرا گریان میکنم من. تو اونجا مرا این گپ مرا نمیگیری ها؟ ما این گپ تقاضا کردیم قبول نداری، بدروغ اونجا خدا انداخت. باز شوهر دیگه به تقاضای از رسیدگی میکنه. یک روز گریان بدروغ، دیگه روز گریان های مکر است. و یک نوع گریان دیگه است که سر مرده است. و این گریان بعضی وقت به این خاطر است که چند تا زنا گریان داره، ایام مجبور است میگه که دمی جمع آمدیم ما هم گریان کنیم. یک نوع گریان دیگه گریان اجرتی است، پول پیسه. سابقا که بود مرده که میمرد با جماعت گریان کندار می آورد که بیان شما که بفهمند که بسیاری مردهشان قیمتی است. نه مثل که حال دو تعالی رقاصه ها را با پیسه میارند که شما رقص کنید. نه همی یک نوع رقص چی است؟ نه دولو چی میگن چرخک اتن نه اتن دیدیم پیسه یکی شده. سر مردم امی گریان ها با پیسه میارند. چند تا زنایی هست که اجرتی بیا بازوی تو گریان ها میکنه چیزایی میگه. یعنی گریان ها مختلف نوع داره. الله اینجا موش میگه گریان فریب بود، گریان مکر بود، گریان چل بوده، یبکون گریان داشته. یعنی از این فهمیده میشه که گریان یک کس فریب نخوری به گریانش کی راست میگه یا دلسوز است. نه قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالوا اینا گفتن خب حالی گریان کرده که آمدن چی میگن؟ یا ابانا ای پدرجان انا ذهبنا بدون شک ما رفتیم خود چی کردیم؟ نستبق مسابقه میکردیم دوش و ترکنا یوسف ترک کردیم یوسف علیه السلام عند متاعنا به نزدیکی اسباب و سامانهای خود فاکله الذئب خوردی گرگ و ما انت بمؤمن لنا نیستی تو تصدیق کننده از برای ما ولو کننا صادقین اگر که ما راست میگیم. یعنی گریان کده آمدن و دیگه گپ هم میزنن رفتیم میگه این شوله پولیشانه یا هم دروغ رفتیم. ما کجا رفتیم؟ اموسو که رفتیم چی کردیم؟ نستبقو مسابقه داشتیم گریان کدام مسابقه بود دو وقت مسابقه مشروع نگفتی جا یعقوب علیه السلام که بد کردیم مسابقه کردیم خاطر مسابقه هم جایزه. مسابقه دوش میشه پیاده شاید پیاده کرده باشن مسابقه اسب دوانی آمد و حتی مسابقه تیرزنی که تیر زنی را با حدیث آمده که دهی سبقت کنید یعنی هدف بزنین تیر حالی کلشینکوف است هدف زدن نه که باز ضرورت پیدا میشه که دشمن جنگ میکنی باید به هدف بزنی دشمن. این مسابقه این شاید مسابقه گفت دوش میکردیم خود چی کردیم؟ و ترکنا یوسف عند ترک کردیم ماندیم یوسف عند متاعنا. متاع یعنی کالا را در مسابقه میکشیم لباسای ما را کشیدیم اونجا ماندیم بازی را گفتیم تو متوجه ازی باش خود ما در مسابقه دوش ایسو میدویدیم خود چی گپ شد؟ فاکله الذئب گرگ آمد تیر خورد. ما در مسابقه دوش یعنی ما غافل شدیم اونجا گفته بود برشان که شما غافل نشین. دیگه یعقوب علیه السلام همون تو در دلش تیر شد که گرگ نخوره یا امور بانه گرفتن گفته بود که گرگ نخوره ایره گفت گرگ آمد خوردش. ما در فکر خود بودیم گرگ آمد ایره خورده خود جسدش هم ناورده گرگ کلش نمیخوره چی که جسدش هم گم است نه او را خود اوچا انداخته. این دروغ گوی نمیگه حافظه نداره یک خود جسد ناورده جسد گرگ کلش خورده نمیتونه یک غفلت خونه میشه یک چیق میزنه که تو در دوش باشی کل زور گرگ بخوره و تو هیچ خبر نشی نه حتمی خو یک چیزش میمانه. دیگه ای که چی میگه؟ و ما انت بمؤمن لنا نیستی تو تصدیق کننده از برای ما میفهمیم که قبول نمیکنی ولو کننا صادقین اگر که ما راست میگیم گپ ما راست است تو باور میکنی نمیکنی. این گپ هم دروغ کلش بیان کرده.
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا آمدن على قميصه به پیراهن یوسف علیه السلام بدم کذب به خون دروغ. قال گفت یعقوب علیه السلام بل سولت لكم انفسكم امرا، بلکه جور کرد و آسان کرد برای شما نفسای شما امر نیکار را. فصبر جمیل، کار ما صبر نیک و شایسته است. والله المستعان، الله ذاتی است که از او مدد خواسته می شود. علی ما تصفون، با آنچه که شما بیان میکنین. سعی کنین اینجا قبلا هم بسیار دروغ گفتن، گپای دروغه و الله میفهمد که یا چی میگن. این واقعات الله بیان داره. اگر الله این گپ نمیگفت و تو پنهان میماند. جا و آمدن علی قمیصی به پیراهن. چی را آورده یوسف؟ یک پیراهن، جسد نیست. چی زدنی را بدم کذب، الله میگه خون دروغ. یک گوسفند ذبح کرده بودن، خون شده زدن. دروغ دایی بود که پیراهن سالم بود، به خاطر پیراهن پاره نشده. پیراهن از جانش سالم کشیده بودن، خون پر کده آوردن. اون که سعی کرد اگر گرگ میخواد خود کش میکنه، اولش خود پیراهن کش میکنه. حالا تو را که میخوره خواهم پیراهن تو تا پرچه شود، خواهمی دروغگوی خائن و اینا حتمی افشا میشه. هر قدر کوشش کنه پنهان کردن نمیتونه. پیراهن دید که جوره سرش خون زدگی است. این اینجا فهمید یعقوب علیه السلام که این کشته نشده، گرگ مرغ نخورده، کدام کار کرده، ولی غیب نمیفهمید. قال گفت یعقوب بل سولت، بلکه آسان کرد و زیبا ساخت، جور کرد لکم از برای شما انفسکم نفسای شرارتی تان، نفس اماره تان. نفس اماره امرن امیکاره، یعنی شما گفت از پیش خودی تو کار کردی. گپشان تصدیق نکرد، گفت دروغ گفتی. نگفتشان که دروغ میگی، ولی یک الفاظ دیگر استعمال کرده یعقوب علیه السلام. خب من چی میکنم؟ فصبر جمیل. چکو یک مصیبت بود، در امی اول مصیبت باید صبر کنی. این خبر مصیبت بود بسیار. حتی یعقوب علیه السلام از جدا شدنش غمگین میشد. یکی گپ گم شد، زنده مرده اولادت گم شوانی، بسیار غم است. گفت کار ما فصبر فامری صبر، کار ما چی؟ صبر است. چه قسم صبر؟ جمیل. جمیل چی را میگه؟ صفتی صبر جمیل است، زیبا، که شکایت مصیبت به دیگران نکنی، به قسم که فریاد کنی بی صبر یا ای تباش میتو شد. شکایت تا به الله بکو که الله مرا نجات بده، به دیگران. ای یعقوب علیه السلام انبیا هم میتو بودن، مصیبت که میرسید عاجل صبر میکرد. همون ساعت مثلا یک کسی گفت که فلانی مرد، در اون وقت نزنی، زنا را که بگوی فلانی مرد در کلم میزنه. خب یا خنا را پاره میکنه، با پسان چی میگه؟ صبرم به خدا. چی صبر کردی؟ خوب کله را میزنه یا خنا را پاره میکنه، بعد میگه خود دیگه صبرم به خدا. این صبر نیست. از اما اول که برات مصیبت رسید بگو صبر میکنم یا انا لله و انا الیه راجعون، چیزی که الله فیصله کردگی است، تسلیم است. ایرا بگو. بسیار سخت است که مصیبت اولی که میاد صبر بکن. و حدیث هم هست که انما الصبر عند صدمه الاولى، صبر در وقت صدمه اول است، اولین گپ که میرسه در مو وقت صبر بکنی. یا خانم بسیار چیق میزد، رسول الله هم بالای سرش آمد گفت گریان نکو، چیق نزن. گفت برو، تو چی میفهمی از غم ما؟ دل ما نیستی. گفت از غم ما به تو بیاد، بعد ما ببینم تو چی کارا میکنی. یا کسی گفت که رسول الله است دیگه دید، گفت یا رسول الله صبر میکنم. رسول الله هم برش گفت انما صبر عند صدمه الاولى، صبر در وقت اول مصیبت. در همون وقت بگو که الله تسلیم هستم، یا بگو انا لله و انا، یا بگو فصبر جمیل. این را از اول بگو. کار ما گفت صبر است، این کار انبیاست. اولادت که بسیار دوستش داری زنده گم شوانه، بسیار مصیبت کلان است. میال یک کسی اولادش بندی میشه، چقدر مصیبت است. نه که زنده گم میشه و زنده مرده معلوم نیست، یه خوب بسیار کلان مصیبت. و او هم میتو اولادی که چقدر زیبا بود، چقدر مقام داشت. والله المستعان، الله ذاتی است که از او مدد خواسته. الله مبتدا معرفه، مستعان خبر. مبتدا خبر که معرفه باشد مفید حصر میشه، یعنی مدد و استعانت فقط از الله خواسته میشه. سعی کنین در اینجا یعقوب علیه السلام یکی گفت صبر، دوم گفت من مدد میخوایم، استعانت میخوایم در این مصیبت از الله.
یا الله نصرت بکو. ما شما یا نعبد و یا نستعین که میگیم نه، یا الله نصرت بکو، مدد کو، مدد از الله بخوا. حالا ما تصفون با آنچه که شما بیان میکنید، ما از الله مدد میخوایم که مشکل حل کنه. و جاء سیارة فارسلوا واردهم فادلى دلوا قال یا بشرى هذا غلام واسروا بضاعة والله علیم بما یعملون. و جاء سیارة آمد سیاره فارسلوا واردهم انداخت روان کردن یک نفر خدا فادلى دلو انداخت مدوله خدا. قال گفت یا بشرى هذا غلام، ای بشارت ای بچه است. و اثر روح بضاعة پنهان کردن را من حیث یک سامان زندگی. والله علیم بما یعملون، الله علم است با اعمالی که انجام میدن. خب این مقام دوم است. 12 مقام داره واقعی یوسف علیه السلام، یک مقامش تا آیت 18 بود. تا میجه بس است و بسیار گپا ما شما فهمیدیم که مهمتر همهش چی بود که بعضی دروغ هم میگه و حرکات، ولی مصیبتی که به یعقوب رسید جل صبر کرد و از الله مدد خواست. این بسیار مهم گپ. ربنا وفقنا لما تحب و ترضى. ربنا اصلح لنا. سنگ خاره این سنگ برش بهترین عالم است. ای اسلام ای دین جاودان، ای راحت پر جود و توان، دور است و اندیشه بدان، پاینده هستی و جاودان. ای دشمنت تو سنگ خاره، دشمنت تو سنگ خاره، جان من فدای حرف پیغمبرم. اسلام ما دین برتر است، پیغمبرش بهترین عالم است. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. در راه تو کی ارزشی